متوجه شدی؟ بله. من به مزاج تو اومد دیگه مهندس، نه من. بله بله. ای داده بیداد. ای روزگار. آقا من حالا ببین سر منم بخوای بخندینم. من همیشه یک بیت شعر رو میخونم برزم روزش و پیش خودم اینو میگم. شاید به اصطلاح اصلا درست هم نباشه، شاید به اصطلاح عوامی باشه. مال نظامی گنجویه. ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده باشد صید. صیاد رفته باشد. صیاد ما رفت، ما تو دام گرفتاریم. درسته؟ خدا برای مردم راحتی بیاره. یا الله، خدا برای مردم راحتی. زندگی خیلی مشکل شد. حالا ما فرض حساب کن یه بخور نمیری مثلا داریم، ولی بعضیا ندارن عزیز. بله. به خدا ندارن. قبول دارم. خیلی سخت شد، واقعا سخت شد.